حالا فقط با لباس زیر جلوش ایستاده بودم. به سمتش هجوم بردم و دستم رو به سمت دکمه‌های پیرهن مردونه مشکی رنگش بردم. پسرخوان با 2 تا دست مچ دستهامو گرفت. با آخم به صورتم زل زد. "لبس کن لطفاً." سرم رو به طرفین تکون دادم و مچ. دستهامو از دستش بیرون کشیدم و به سمت قفل سوتینم بردم تا بازشون کنم. با کلافگی جلو اومد و بازوهامو گرفت و جلو کشید. دستم از سوتینم جدا شد و یک قدم بهش نزدیک شدم. توی چشمهام زل زد. "این کارا یعنی اینکه هیچ جوره راضی نیستی از تصمیمت کوتاه بیای. کمر بستی هم خودتو بدبخت کنی هم منو." یک قطره اشک از گوشه چشمم چکید. بی حرف به صورتش زل زدم. دستهامو ول کرد و دستی به صورتش کشید. دستم رو پشت کمرم بردم و قفل سوتینم رو باز کردم و اون رو هم به کناری پرت کردم. نمیدونستم این همه جسارت رو از کجا آورده بودم. اینکه بدون خجالت لخت جلوی پسری که تازه امروز دیده بودمش بایستم. پسرخوان نگاهش رو از صورتم پایین آورد و به سینه‌های لختم دوخت. از نگاهش احساس گرما و شرم زیر پوستم دوید. سعی کردم محکم بایستم و با دستهام خودم رو نپوشونم. پسرخوان دوباره نگاهش رو بالا آورد و به صورتم دوخت. "من با تو چیکار کنم؟" دوباره به سمت دکمه‌های پیرهنش هجوم بردم و در همون حین گفتم: "همون کاری که وظیفه شوهر بودنت ایجاب میکنه." پسرخوان بدون اینکه چشم ازم برداره دستش رو کنار دستم آورد و دکمه‌های لباسش رو باز کرد. سینه عضلانی و کم موش از زیر لباس پیدا شد. نگاهش رو اطراف اتاق چرخوند. به سمت رخت خواب‌های کنار اتاق رفت و روی زمین پهنشون کرد. اشاره‌ای بهشون کرد. "بیا اینجا بخواب." با قدم‌های سنگین به سمتش رفتم و روی تشت نشستم. احساس پشیمونی کم کم داشت سراغم می اومد ولی میدونستم که دیگه دیره. به صورتش نگاه کردم. گرفته و آخمو بود. من لخت فقط با یه شورت جلوش نشسته بودم و اون فقط دکمه‌های لباسش رو نصفه و نیمه باز کرده بود. پرسید: "های منت چه مدلیه؟" بازوهامو بغل کردم. کم کم داشت سردم میشد. نمیدونم چه فرقی داره. همونطور که پیرهنش رو در می آورد و به گوشه‌ای پرت می کرد گفت: "من دکترم، فرقشو میدونم یا تو؟ بخواب پاهاتو باز کن." نگاهم رو از بدن اوزلیش گرفتم و به پشت روی تشک دراز کشیدم. قلبم از استرس توی سینه‌ام تالاب طلوب می کرد و نوک سینه‌هام از سرما سیخ شده بود. خودش جلوی پام روی 2 زانو نشست و دستش رو به سمت شورتم آورد. سعی کردم بهش نگاه نکنم تا خجالتم کمتر بشه. شورتم رو به آرومی از پاهام درآورد. "به پاهاتو بازتر کن." پاهامو بازتر کردم. احساس خجالت کل وجودم رو گرفته بود و زیر پوستم گزگز می کرد. با احساس دست گرمش جای حساس بدنم نگاهم رو پایین آوردم. با دیدن سرش به این پاهام در حالی که با دقت داره نقطه ای از بدنم رو نگاه میکنه که خودم از خجالت بهش نگاه نمی کردم. شرم کل وجودم رو گرفت و عضلاتم رو منقبض کرد. بعد از چند لحظه سرش رو بالا آورد. "نگران نباش، از اون مدلایی نیستی که خیلی درد بگیره." نمیدونم بقیه نوع عروس‌ها شب زفافشون رو چطوری سر میکنند. پر از عشق بازی و بوسه. یا با درد و استرس. اما مال من فرق میکرد. نه دردی توش بود و نه بوسه و عشقی. پسرخوان به حرفش عمل کرد و من درد چندانی نداشتم. ناله هایی که گهگاه نصف شب از میون. لبهام در میرفت نشون میداد به عنوان یک پزشک نوازش ها و لمس هاش جای درستی از آناتومی بدنم رو نشونه گرفته بود. و آخر کار وقتی چشمهام با خستگی روی هم می اومد احساس کردم انتظارم از شب زفاف عروس خون بس خیلی بدتر از این حرفا بود.